قرارداد 4 پروژه به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی میان وزارت‌های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به امضا رسید. در حضورداشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، به تاریخ 5 ماه حمل سال جاری خورشیدی میان وزارت‌های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی قرارداد 4 پروژه تولید برق و ساختمانی به امضا رسید. این پروژه ها شامل تولید حدود 23 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی ولایت کابل، اعمار 2 سب استیشن در ولایت هرات و تمدید لاین برق 220 کیلوولت در این ولایت، مارکت تجارتی در منطقه کوته سنگی شهر کابل و احداث مرکز تجارتی و آپارتمان های مسکونی در ولایت هلمند می باشد. در این پروژه ها حدود 4 میلیارد افغانی سرمایه گذاری می شود که با عملی شدن آن عواید ملی کشور افزایش می‌یابد و برای صدها شهروند فرصت‌های کاری ایجاد خواهد شد. قابل ذکر است که این پروژه‌های سرمایه‌گذاری با سعی و تلاش کمیته سرمایه‌گذاری بین الوزارتی و ادارات مربوطه عملی شده است.